جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. خداوند را شاکر هستیم که بار دیگر به ما یک عمر داد و تونستیم که در خدمت شما عزیزان باشیم، مهمان خانه های شما باشیم با برنامه پرسش و پاسخ. در این قسمت از برنامه روزهای دوشنبه در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان کارشناس محترم برنامه هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و ارجمند هستم در این برنامه و عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد، سوالای SMS بینندگان، اولین بیننده گفتن که وقتی خواستیم نماز بخوانیم آیا باید با همون نیت که داریم با همون نیت نماز بخونیم یا باید نیت جداگانه بکنیم و آیا نیت باید به زبان عربی باشد یا فارسی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد اعمال و افعالی که در نماز هست این نکته رو ما باید مد نظر داشته باشیم که نماز یک مجموعه از گفتار و اعمال و کردار ظاهری و نیت قلبی هست، حالتهای درونی هست که مجموعه این حالات رو وقتی که ما در نظر بگیریم در واقع یک نماز کاملی رو ما میتوانیم که انجام بدهیم. به طور مثال قرائت یعنی خواندن قرآن کریم در هنگام نماز، اهم از سوره فاتحه یا همچنین ضم سوره یعنی اضافه کردن یک سوره بعد از سوره فاتحه و اذکار و اوراد و ادعیه‌ای که در نماز هستند، اینها بخش قرائتش هست، یعنی با زبان باید تلفظ بشوند و اگر کسی با زبان این موارد را تلفظ نکند، خصوصا سوره فاتحه را که جزء ارکان نماز هست، در واقع نمازش صحیح نیست. و یک سری اعمالی دارد، یعنی رکوعی دارد، سجده دارد، قیام دارد و قومه دارد، یعنی بعد از رکوع جلسه دارد، در میان دو تا سجده التحیات دارد. اینها اعمالی هستند که انسان باید اینها رو انجام بدهد که این موارد هم جزء ارکان نماز هستند که اگر کسی این موارد رو هم ترک بکند بازم نمازش باطل هست. و یک سری مسائلی هست که به درون انسان کار دارند و یک سری معنویاتی هست، خشوعی هست که باید در قلب باشند و من جمله نیتی که کار قلب هست. نیت یعنی اراده و تصمیمی که شما دارید برای انجام یک کار. نیت نماز این گونه هست، یعنی خود این که شما از خونه بلند شدید، رفتید وضو گرفتید، به طرف مسجد رفتید، بلند شدید در بعد از اقامه سر صف ایستادید، یعنی این که شما نیت نماز را دارید، نیت صحیح و نیت کامل نماز را شما در واقع دارید. نیازی نیست که شما در واقع با زبان خودتان یک چیزی را به زبان عربی یا زبان فارسی یا هر زبان دیگری تکرار بکنید. تکرار کردن نیت با زبان در هیچ مذهبی جز سنت های نماز و بالاتر از این جز واجبات و جز ارکان نماز نیست. و تلفظ نیت از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ثابت نیست.
در روایات متعددی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را آموزش دادند، مانند روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در ابتدای اون روایت آمده که اذا قمت الى الصلاه فکبر، وقتی که خواستی بلند بشوی و نماز بخوانی استقبل القبله، اول رو به طرف قبله بی، ثم کبر، و بعد از آن تکبیر بگو. حدیث معروف مسیح الصلاه هست در صحیح بخاری. بله، اولین چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این است که رو به روی قبله بایستید و بعدش تکبیر بگویید. و در مورد نماز هم اومده که تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. یعنی نماز آغازش با تکبیر هست، یعنی قبل از تکبیر ما چیزی که جزء نماز باشه ما نداریم. همین که انسان بلند شده به طرف قبله ایستاده، به مسجد رفته، یعنی این که در منزل هست بلند شده مصلایی رو پهن کرده، روی مصلی ایستاده، بدین معنی هست که خودش نیت کرده، خودش میداند که الان وقت نماز ظهر است یا وقت نماز عصر هست. این نیت قلبی هست و در نماز نیت قلبی معتبر هست، نه نیت زبانی. بدین معنی که شما تصور بفرمایید که اگر یک فردی فرضاً نماز عصر هست الان روی مصلی ایستاده و میخواد که نماز عصر را بخواند، با زبان مثلا این گونه نیت کرد که من نیت کردم که نماز مغرب را بخونم. وقت مغرب نیست، وقت عصره. خودش هم میداند که وقت عصر است، اما به صورت سبق اللسان اشتباها از زبانش بیرون میاد که نماز مغرب را میخوند. این اشتباه زبانی هیچ گونه تأثیری بر نمازش ندارد، یعنی نیتش همچنان درست هست، چون که در قلبش این بوده که نماز عصر را بخواند، اما زبانن اشتباه کرده و نماز مغرب را بر زبان آورده. پس بنابراین تلفظ کردن نیت در هیچ نمازی، نه در نماز سنت و نه در نماز غیر سنت، نماز فرض یا تعیین نماز فرض که نماز فرض ظهر باشه، عصر باشه، مغرب باشه، هیچ کدام از اینا لازم نیست. خود شما میدانید که الان وقت نماز عصر است، همین که بلند شدید سر مصلی ایستادید یا رفتید به مسجد پشت سر امام ایستادید، این نیت شما هست. دیگه گفتن نیت زبانی نه با زبان عربی لازم هست و نه با زبان غیر عربی که فارسی و غیره باشند. حتی فراتر از این بسیار از علما معتقد هستند که تلفظ زبانی نیت جزء بدعات هست. این هم یک نوع بدعتی است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ عنوان ثابت نشده که تلفظ بکنن نیت را، با اینکه هر روز در واقع آموزش نماز میدادند، 5 وقت ایشون نماز میخوندند در محضر صحابه. در یک روایتی هم نیومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نیت نماز را با زبان گفته باشند. نیت کار قلب هست، یعنی همون تصمیم درونی که شما دارید و این برای صحت نماز کفایت میکنه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی آقای نصیری گفتن که اگر روی پیراهن عکس آدم باشه نماز خواندن با اون لباس جایزه یا نه؟ در این زمینه 2 مطلب وجود داره. یکی این هست که در روایات متعددی اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که نهی در مورد تصویر و حتی در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فرشتگان رحمت در خانه‌ای که سگ یا تصویر باشد وارد نمی‌شوند. ممنوعیت تصویر و مکروهیت تصویر یا نماز خوندن در خانه‌ای که در آن تصویر وجود دارد، عکس حیوانی، عکس انسانی وجود دارد، این در میان مذاهب اسلامی مورد اتفاق هست. تمام 4 مذهب اهل سنت و الجماعت اتفاق نظر دارند که این در واقع جزء مکروهات هست، یعنی نماز خوندن در خانه‌ای که در آن تصویر انسانی یا حیوانی باشد جزء مکروهات هست و چون این نمازی مکروه است. و بدترین حالتش این است که تصویر در جلوی روی انسان باشد، بعد از آن سمت راستش باشد یا روی سقف باشد. تمام اینها کراهت دارد، اما مکروه ترین حالتش این است که تصویر جلوی روی انسان و طرف قبله باشد. در چنین حالتی اگر انسان نماز بخواند نمازش صحیح است، یعنی این که نماز مجزی هست، یعنی کفایت کننده هست، فرض از عهده چنین فردی ساقط می شود. از این جهت نمازش کامل هست. اما چون که در حالت غیر مناسبی نماز خونده، با وجود یک ممنوعیت نماز خونده، اون یک نوع کراهت اضافی هست. اما در خود نمازش که ارکانش کامل بوده، واجباتش کامل بوده، هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست که فرض از عهده اون ساقط شده. و همچنین اگر این تصویر انسان یا حیوان بر روی بدن باشد یا بر روی لباس انسان باشد، این مکروهیت دارد، کراهت دارد، ثواب نماز رو کم می‌کند، خشوع و خضوع نماز رو کم می‌کند. اما اساسا نمازی که خونده قابل
قابل قبول هست، یعنی این که فرض وقت از عهده اون ساقط شده و لازم نیست که اون فرض رو دوباره اعاده بکند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده از بلوچستان گفتن من دختری را دوست دارم و میخوام باهاش ازدواج کنم. آیا میشه تنها شاهدمان همون عالم باشه، یعنی عاقل باشه یا نه؟ و آیا بدون اجازه خانواده هامون میتوانیم این کار را بکنیم و آیا این کار گناه هست یا نه؟ در این که عاقد خودش میتواند یکی از شهود باشد هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. درست. یعنی همون کسی که خودش صیغه عقد را اجرا میکند یکی از گواهان اون باشد و یک گواه دیگری هم حضور داشته باشد که مجموعاً بشوند دو گواه. در این که گواهی خود عاقد مقبول هست هیچ گونه اختلاف نظری در این زمینه وجود ندارد. اما شرایط صحت نکاح این است بنابر روایات متعددی که در این زمینه آمده از رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نکاح الا بولی و شاهد عدل، که نکاح صحیح نیست مگر با اذن ولی، اجازه ولی دختر، سرپرست دختر و دو شاهد عادل. دو شاهد عادل باشند، تفاوتی نداره که دو شاهد به اضافه اون عاقد باشند، کسی که صیغه عقد را میخواند یا خود اون کسی که صیغه عقد را میخواند یکی از شهود باشد. این در موارد اصلی و اساسی هست که بدون اجازه دختر باکره که به سن رشد و به سن در واقع بلوغ فکری نرسیده نکاحش بدون از اجازه ولیش درست نیست، مگر در حالات استثنایی که بالفرض ولی صلاحیت نداشته باشد یا بدون دلیل ممانعت بکند. در این صورت دختر میتواند با مراجعه به دادگاه یا به این که ولایتش از اون نفر اول یعنی پدر منتقل میشد به برادر یا به افراد دیگر، در این صورت میتواند با اجازه اونها در واقع ازدواج بکند، این با رضایت و با مراجعه به دادگاه. اما این که بدون یک نفر شاهد باشه که همون فرد این عقد را بخونه این گونه درست نیست، حتما باید دو نفر شاهد حضور داشته باشند. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن آیا در صحیح بخاری آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم روز عاشورا را روزه نگرفته؟ در مورد روز عاشورا روایات متعددی هست در صحیح بخاری و در صحیح مسلم و در سنن هم روایات متعددی هست که برعکس این آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم روز عاشورا را هم روزه گرفتند و هم دستور دادند که این روز را روزه بگیرند. در بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری و مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که به مدینه تشریف بردند، هجرت کردند از مکه و به مدینه رفتن، دیدند که یهود مدینه روز عاشورا را روزه میگیرند. پرسیدند که چرا این روز را روزه میگیرید؟ یهود گفتند که چون که الله متعال در این روز موسی را نجات داده، در این روز الله متعال موسی را نجات داده، به این خاطر ما به شکرانه این نعمت این روز را روزه میگیریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند انا احق بموسی منکم، من از به موسی حقدارتر هستم از شما. در ادامه روایت این اومده که فصامه و امر بصیامه، رسول الله صلی الله علیه وسلم روز عاشورا را روزه گرفتند و دستور دادند که بقیه مردم هم روزه بگیرند. یا روایت دیگری که باز هم در صحیح بخاری و مسلم هست از ربیعه بنت معوذ هست که میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح روز عاشورا یا ظهر روز عاشورا فردی رو فرستادند به روستاهای اطراف مدینه، قرى الانصاری، که انصاری هایی که دور بر مدینه می نشستند، و اعلام کردند هر کسی از شما که روزه بوده که روزه خودش را تمام بکند، یعنی این روزه رو کامل بکند، و هر کسی هم که روزه نیست نیت روزه را نداشته نیت روزه بکنند. و در ادامه روایت ربیعه میگه فکنا بعد ذلك نصومه و نصومه ابناءنا یا بناتنا، که ربیعه میفرماید که ما از اون به بعد اون روز عاشورا رو روزه میگرفتیم و فرزندانمان رو هم وادار میکردیم که روزه بگیرن. در ادامه روایت و روایت دیگر اومده که برایشون اسباب بازی درست میکردیم تا اینکه در واقع بتوانند که این روز رو تا غروب روزه بگیرن. این قبل از ماه این بوده که ماه مبارک رمضان فرض باشه، یعنی در یک مرحله روزه گرفتن روز عاشورا رو رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کردن. اما در مرحله بعدی بعد از این که روزه ماه مبارک رمضان فرض شد رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو اختیاری کردن، هر کسی میخواهد روزه بگیرد فبها و نعم، ثواب خیلی زیادی رو دارد. بنابر روایتی که در سنن آمده رسول الله و در صحیح مسلم هم هست رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که من امیدوار هستم که یک سال رو این کفاره گناهان یک ساله باشد
و تشویق کردن برای روزه گرفتنش. سنت هست روزه گرفتن روز عاشورا، 9 و 10، یعنی تاسوعا و عاشورا، یا روز 10 و 11 را که 2 روز را با هم روزه بگیرن، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخرین سال فرمودند که اگر من سال دیگر زنده باشم 9 و 10 را با هم روزه میگیرم. یعنی تنها اکتفا نکند به روز 10، اصلش همون روز 10 و روز عاشورا هست. هر کسی که روزه گرفت این سنت را انجام داده. بهتر و اولاتر این است که یک روزی همراه با 10 باشد، 9 و 10 یا 10 و 11 باشه. اما این که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کرده باشند به صورت کلی از روزه گرفتن چنین چیزی وجود ندارد. درست. جزاکم الله خیر. آقا فرشید گفتن که در تهران در یک شرکتی کار میکنن. در مورد نماز خواندن گفتن سوال دارم که هنگام نماز مهر جلوش میذاره و در هنگام سجده سرش را جلوتر از مهر بر زمین میگذارد. در قیام هم گفته دستاش را نمیبنده و قنوت هم نمیخوانه به جز در نماز صبح، چون که مجبوره در بین برادران اهل تشیع نماز بخوانه و این کار را انجام میده. آیا این نمازش باطل است یا نه؟ روشی که ایشون گفتند که مهر جلوی روشون گذاشته شده اما بر روی زمین نماز میخونند، این هیچ گونه اشکال شرعی نداره. ولی اینکه مهر جلوی آدم باشه اما وقتی که روی مهر سجده نمی‌کند، در واقع هیچ گونه بدعتی رو و کراهتی رو مرتکب نشده. پس بنابراین این عمل اشکالی ندارد. و هم این که در حالت قیام دستای خودشون رو باز میگذارند و به خاطر ممنوعیت ها و محظوریت هایی که وجود دارد نمیتواند دستها رو ببندند، این هم اشکال ندارد، زیرا که به اتفاق مذاهب اهل سنت و الجماعت بستن دستها در نماز سنت هست، جزء واجبات نماز یا جزء ارکان نماز نیست که اگر کسی این موارد رو ترک بکند نمازش باطل می شود. خیر، اگر کسی دستها رو ببندد بر سنتی عمل کرده، ثواب نمازش بیشتر هست، نمازش کاملتر هست. اما اگر دستها رو رها کرد و نبست، باز هم نمازش کاملا درست هست. و قنوت هم که نمیخونند یا در نماز صبح که مجبور هستند قنوت بخوانند یا با جماعت شیعه نماز میخونند و قنوت مجبور هستند، در یک جمعی هستند که شیعه اون رو میبینند و مجبور هستند که قنوت بخوانند، باز هم خواندن قنوت باعث شکسته شدن نماز نمیشود، بلکه خواندن قنوت هم جایز هست. در مواردی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده. هیچ یک از این مواردی که ایشون فرمودن موجب شکسته شدن نماز یا بطلان نماز نمیشود و نماز ایشون صحیح است. این فکر کنم ایشون به خاطر اینکه کارش یا شغلش از دست نده داره مذهبش به هر صورت، ولو این هر مصلحتی که باشد، به خاطر اینکه شغلش از دست ندهد یا به خاطر اینکه مورد اذیت و آزار قرار نگیرد، جایز هست که در چنین مواردی انسان اون مواردی را که جز سنت ها هستند و جز ارکان و اساسیات نیستند میتواند از اونها صرف نظر بکند و ترکشون. جزاکم الله خیر. خواهری گفتن که شوهرم حالا 4 ماه و 10 روزه که فوت کرده، تا حالا از خونه گفتن بیرون نرفتن و حالا آیا بعد از گذشت این مدت میتونه از خونه بره بیرون، مثلا بره خونه خالشم؟ با گذشت 4 ماه و 10 روز این در واقع عدت وفات کامل شده و هیچ گونه ممنوعیتی بر ایشون وجود نداره. میتواند از منزل بیرون بروند، میتوانند که مجددا ازدواج بکنند و اون عده‌ای که بر ایشون لازم بوده اون عده تمام شده. در مورد خارج شدن زن مثلا که در عده هست و شوهرش فوت کرده که آیا از منزل خارج بشود یا خارج نشود، حتی در زمانی که قبل از این 4 ماه و 10 روز هست، بنابر ضرورت میتواند از منزل خارج بشود. به طور مثال مجبور هست به مدرسه برود یا مجبور هست که برای مراجعه به بیمارستان برود یا برای خرید مایحتاج خونه مجبور هست از منزل خارج بشود. اینا هیچ گونه ممنوعیتی از نظر شرعی ندارن. اما الان که 4 ماه و 10 روزش به صورت کامل تمام شده، هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان آقا رفیع کارگردان عزیزم خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن تا بینندگان بتونن از الان تماس بگیرن. جناب مولانا، سوال بعدی این است، گفتن که آیا خواستگاری کردن در ماه محرم و صفر جایز است یا نه؟ کلا ازدواج، خواستگاری همش توضیح بدید. ازدواج و خواستگاری یا اضافه بر این در واقع همبستری در تمام روزهای سال و در تمام ماههای سال جایز هست و هیچ گونه ممنوعیتی وجود ندارند، مگر در ماه مبارک رمضان که همبستری در روزهای ماه مبارک رمضان در واقع جزء ممنوعیات هست و جزء مواردی هست که انسان باید پرهیز بکنند. غیر از این موارد نکاح کردن در تمام سال جایز هست، هیچ گونه ممنوعیتی وجود ندارد.
خواستگاری رفتن در تمام ایام سال و روزهای سال جایز هست، تمام ماه‌ها جایز هست، هیچ گونه اشکال و ممنوعیتی رو ندارد. چه در ماه محرم باشد یا در ماه صفر، هم ازدواج جایز هست، هم خواستگاری جایز هست و هم بستری جایز هست. هیچ گونه اشکال شرعی و ممنوعیتی در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ثابت نشده. اگر قرار بر این باشد که این رو ممنوع بکنن در ماه محرم یا در ماه صفر، ما افرادی داریم که نزد ما عزیزتر هستند از حضرت حسین رضی الله تعالی عنه. برادرشون حسن از دیدگاه ما و حتی از دیدگاه شیعه مرتبه بالاتری رو دارند، فضایل بیشتری رو داشتند، درجه بالاتری رو دارند. بالاتر از ایشون پدر بزرگوارشون بودن سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و بالاتر از همه اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما در سال روز وفات هیچ یکی از این بزرگواران در واقع ما معتقد به این نیستیم که ازدواج کردن یا خواستگاری کردن جزء مکروهات باشد، بلکه در تمام ایام سال و در تمام ماه‌ها ازدواج و خواستگاری رفتن و خطبه نکاح خوندن کاملا جایز هست و ممنوعیت شرعی ندارد. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان وصله. اولین بیننده رو میگیریم. فقط خواهش میکنم بینندگان عزیز که از طریق تلفن با ما صحبت بکنن. اولین بیننده، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. یک پرسش از استاد گرامی شما. بفرمایید سوالتون. این سوال که خونده بودید که پشت سر شیعه نماز نخونید، نه یک آقای سوریدی فرموده بودن که پشت سر شیعه نباید نماز خونید. حالا شما میگی که خودمون به این اشاره نشد البته که نماز بخونیم یا نخونیم. خدا. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد گرامی. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم استاد که اگر کس نمازهای سنت را نخواند، مثلا نماز پیشین است 10 رکعت و 4 رکعت فرض بخوانند و سنت نخوانند، بله. این در هر رکعت در هر نمازها درست. چه حکمی داره یعنی؟ بلی؟ که سوالتون اینه که آیا درسته یا نه نمازشون؟ بله نماز درست است یعنی اگر سنت نخوانید و یکی سنت باید خوانده شود یا مشکل نیست اگر نخوانید. بله انشالله پاسخ دریافت میکنید. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر یک جان از پروگرام بسیار خوبتان. خدا نگیرتان. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. چه خبر آقا هستی؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. قربانت شکرم. سلام. من از ایران تماس میگیرم، میخوام به مولوی صاحب صحبت بکنم. صدای شما داره پخش میشه و سوالتون رو بفرمایید. بفرمایید. من از مولوی صاحب میخواستم صحبت بکنم. بله الان دارین صحبت میکنین. صداتون رو میشنه مولوی و سوال شرعیتون رو بفرمایید. لطفاً از طریق تلفن با ما صحبت کنید بیننده گرامی. مولوی صاحب میخواستیم به حدوداً 18 سال پیش، خب؟ بله. حدوداً 18 سال پیش 3 تا بچه به دنیا آمدن مثلا، خب؟ 3 بچه به دنیا آمد؟ من از بینندگان عزیز خواهش بکنم که از گوشی با ما صحبت بکنن و منتظر نباشن که صداشون در تلویزیون پخش بشه، چون با مشکل برید. یعنی بیننده الان تماسشون قطع شد. بیننده گرامی اگر تونستین هم دوباره تماس بگیرید، ولی این نکته را رعایت بکنید. یعنی سوالتون آماده بکنید و با گوشی که تماس گرفتین با ما حرف بزنید، منتظر صداتون در تلویزیون نباشین که پخش بشه. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. از ایران. از ایران در خدمت شما هستیم. سوالی داشتم استاد. بفرمایید. دخترمون حدود 20 سال طلا داره که طلاش به حد زکات رسیدن، یعنی در طی این چند سال هم به حد زکات رسیده بودن.
و الان این میخواد طلاهاش رو بفروشه و باید زمین بخره. آیا این باید زکات این چند سال بود که نداده الان بده یا اینکه نیازی نیست؟ بله. جزاکم الله خیر. سلام علیکم. سلامت باشین. تشکر میکنم شما. بیننده بعدی رو بگیریم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. استاد محترم یک چند سوال داشتم. سوال استاد که این بچه‌های ما مثلا نماز و قرآن شریف اینا رو یاد دادیم، اینا 9 ساله 8 ساله هستن، میخوان که بعض وقت میخوان پیش نماز شون. آیا جایز است که ما پیششون نماز بخونم؟ شرع اجازه داده که مثلا پشت بچه که بالغ نشده باشه نماز بخونه؟ بله. سوال بعدیتون؟ سوال دومی است که ما در روزهای جمعه که نماز میریم در مسجد برادرای سومالیایی میریم، نماز پیش همین ظهر مثلا 12 و 6 دقیقه آذان نماز ظهر میته، اینا نماز جمعه را ادا میکنن تقریبا 25 دقیقه که به 2 میمانه، تقریبا ساعت 2 بجه نماز عصر آذان میته. درست است در این تایمی که هم میخوانن که بسیار به تعویق مندازن نماز؟ بله. بله. این دو سوال بود دیگه یک جان. و سوال سومی که در وقتی که مثلا خطبه سخنرانی میکنن امام، مثلا آدم بخواد بگویش که مثلا وقت نماز میگذره، آیا اجازه است آدم ایره برش بگویه یا شرع اجازه نیست؟ به خاطر اینکه خطبه داره طول میده، یعنی به خاطر طولانی بودن خطبه؟ به خاطر مثلا که زیاد سخنرانی میکنه، مثلا نماز نه وقت میشه و آدم بخواد در جریان خطبه صحبت کنه، اجازه است یا نه که بگویش بخواد که وقت نماز است، نماز وقتش تیر میشه، آدم میتونه گپ بزنه یا اجازه نیست که گپ بزنه؟ بله. این آخرین سوالتون بود دیگه. تشکر. سلامت باشین. بله تشکر. خداحافظ. سلامت باشین. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. حضرت جان یک سوال داشتم. بفرمایید. همین ریش رو حنا کردن از نگاه اسلام چی است؟ سنت است یا مستحب است؟ به چه صورتی؟ نه باید. سوالتون دوباره تکرار کنید. ریش رو حنا کردن، سرخ کردن سنت است یا مستحب است؟ از نگاه اسلام چی است؟ حنا زدن دیگه. استفاده از حنا یعنی. الو. استفاده از حنا. بله استفاده از حنا. بله. سرخ کردن. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تمام. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. حضرت ما شهر روسیه زنگ می‌زنیم، شهر نوسیبیرسک. بفرمایید سوالتون. سوال داشتیم. سوال اولتون. شهر روسیه شهرهای خنک سرد. بله. آیا با صورت اشاره در درون ماشین نماز خواندن جایز است یا نه؟ سوال بعدی. دومی سوال حضرت، سنت جمعه را، یعنی سنت نماز جمعه را بعد نماز جمعه میگه که سنت خواندگی هم خطبه کرده شدن، تو جایز است سنت خواندن یا که نه؟ بعد فرض جمعه سنت خواندن درست است یا که نه؟ بعد از نماز فرض جمعه. بعد از نماز فرض جمعه. درست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم. بفرمایید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. مکه جان سوادی کلامی میخواستم نماز بگیرم، یعنی پنجشنبگی بعد از میدان ببخشید صداتون خال گرامی، ببخشید صداتون قطع وصل میشه، یک کمی بلندتر و واضح‌تر صحبت بکنید. الو. روزهای پنجشنبه پنجشنبگی بعد از میدان بودن پدر و مادر پنجشنبه چشم‌هاگی کردن درست است یا نه؟ والا من متوجه سوال نمیشم چون صداتون خیلی پایینه. فقط پنجشنبه متوجه میشم. بگویم پنجشنبگی در اسلام جایز است یا نه؟ پنجشنبگی در اسلام یعنی عادتی رسمیه؟
اگر توضیحی در این زمینه بدین. ظاهراً تماسشون قطع شد ولی متوجه اصل سوالم نشد. یعنی پنجشنبگی در اسلام باید یک رسم یا عادتی باشه که توضیح درش داده بشه که به چه صورتی که آیا مثلا جزئی از اسلام هست یا نه این اعمالی که انجام میگیره. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. سلامت باشین. دو تا سوال داشتم. سوال اولتون؟ سوال اولم نمازهای سنت آیا بدون اقامت یا با اقامه؟ سوال دومم ما بعد از عشا 2 رکعت نماز شفع داریم، با 1 رکعت وتر داریم. من اول نماز شب را میخونم، بعد اون 2 رکعت شفع رو میذارم با اون وتر لحظه آخر میخونم. میخوام بدونم نماز من درست است یا اشکالی داره. درست. سوال دیگه هم دارین؟ خیلی ممنون. سلامت باشین. خیلی دوستتون داریم. با آقای سلامت باشین. شما تاج سر ما هستید. خداحافظ. سلامت باشین. تشکر میکنم از خواهر گرامی. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. بله، 2 تا سوال داشتم. یکی این که در مورد این که تو مردم رواجی که میگن از زمان حضرت محمد عزیزمون چشم نظر و نمیدونم این چیزا همش بوده، یعنی تا این جایی که بوده که حالا کسی میمیره میگن نه اون نظر بوده مرده. میخوام در این مورد توضیح بدیم. بعضی که دیگه هم در مورد مرگه، واقعا همه مرگا به دست خداست. مثلا یکی تصادف میکنه، یکی به خاطر اینکه دکترش خوب رسیدگی نکرده مرده. یعنی واقعا این از بد تولدش خدا اینجور مرگ رو براش مقرر کرده، باید حتما در اون موقع میمرد. درست. کاملا توضیح بدین در اون موضوع. خیلی ممنون. انشالله. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. سوال شرعیتون بفرمایید. ما سوال داشتیم می‌خواستیم بپرسیم آیا درسته یا نه. سوال اولتون؟ سوال اول ما اینه که ایران از این بسیجی‌هایی که گرفته تو مرز قرارداد پولش حلال یا حرام؟ سوال دیگه؟ دست نکنه منتظر جواب شما. تشکر میکنیم. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. میکنم خدمت استاد بسیط تهران و شما مجری بزرگوار. سلامت باشین. میخواد سوال داشتم اگر لطف کنم من راهنمایی کنم. سوال اولتون؟ من 15 سال پیش یه وسایلی از خونه‌های مردم میگرفتم و میبردم میفروختم. بله. بعد از اون توبه کردم، یه جریانی پیش من یه خوابی دیدم توبه کردم. درست. و اون مردم اون کسایی که ازشون امانت گرفتم اون نمیشناسم، به ایشون الان در دسترسم نیست. بعد من باید چیکار کنم که اون دنیا حداقل جوابگو نباشه؟ درست. انشالله پاسخ رو دریافت میکنیم. زنده باشید. خدا سلامت باش. تماس بعدی رو بس کنید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ما سوالاتی داریم. اولین سوال این است که بله، اولین سوال در تاجیکستان یک بزرگوار نیاز یعنی تبرک گفته از غذای او مردم میخورند بعد اون انسان. آیا این درست است یا در شریعت؟ سوال دوم ما این است که آیا در یکم حدیث اومده است که در مجالس نشستی باید حتما اونجا امر معروف بکنی، یعنی سخن از خدا بگویی. سوال سوم این است که آیا کنای حضرت یوسف تماشا کردن درست است یا نه؟ سوال سومتون؟ آیا کنای یوسف تماشا کردن درست است یا نه؟ کنای یوسف، فیلم یوسف، سریال یوسف. بله بله. سوال چهارم این است که آیا ما مقصد ازدواج کردیم آیا میتوانیم طلب علم بریم بدون بله. سوال بعدی؟ جزاکم الله خیر. سلامت باشین. انشالله پاسخ خود دریافت میکنین.
سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. وصال حق و صدای شما داره پخش میشه. سوال شهریتون. بخشید من یه سوالی داشتم در مورد اینکه خانومم به موهاش رنگ میزنن، توی رنگ یه روغنی هم باش مخلوطه، میگه اگر این رنگ رو روی موم بزنم آیا نمازم میشه؟ یعنی میگه رنگم میگه موم یه مثل اینکه یک چی بگم میگه با این موم که رنگ میکنن انگار یه پوششی موم داره، میگه نمازم میشه با این؟ بله، سوال واضحه، انشالله پاسخ رو دریافت میکنیم. بیننده بعدی رو میگیریم. لطفاً از طریق تلفن مصاحبت کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. من از تکاب زنگ میزنم، تکاب آذربایجان غربی. درست، از شهر تکاب در خدمت شما هستیم. وصال حق زنگ زده. وصال حق و صداتون داره پخش میشه. سوال شرعیتون رو لطف کنید بفرمایید. والله من سوالی داشتم. بفرمایید. شریک برای خدا قرار بده آیا چیکاریه؟ جزایش چیه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ بله؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه والله. خدا حافظ شما. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. از این برنامه خوبتان بسیار زیاد تشکر میکنیم. سلامت باشین. شما را اجر بده. سلامت باشین. سوال ما این است که تقریبا 18 سال میشه اگه امام داریم دمی نماز خفتن و نماز بامداد بعد از دعا آیت میخونه، آیا از نگاه شریعت کدام مسئله وجود داره یا نداره؟ دیگه نظر دومی ما این بود که یک برادر از تاجیکستان راجع به چیز گفت از پنجشنبگی. پنجشنبگی از منظورش از است که پنجشنبگی تاجیکستانی که گفت بله منظورش است که کسایی که درس میته روز پنجشنبه از شاگردها یک چیزی به نام پنجشنبگی میگیره، آیا همین جایز است یا نیست گرفتنش؟ تشکر از برنامه‌تون. درست. 25 تا سوال رفتیم، ادامه بدیم. باشه. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. وصال حق و صدای شما داره پخش میشه. سوال شرعیتون لطفاً. سلام استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید استاد، من میخواستم بگم در سجده با زبان مادری میشه دعا کرد؟ در نمازهای فرض یا سنت؟ آره فرض. سوال دیگه هم دارین؟ خداحافظ. سلامت باش. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد محترم، بخشید یک سوال داشتیم اگر بفرمایید. در خدمتتون هستم. سوال ما این است که وقتی که دندان رو مقصد تبابت میکنید، اگر انسان روزدار باشد یعنی دندان تبابت کردن آیا جایز است یا نه؟ آیا روزه میشکند یا نه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنونم. سلامت باشید. سلامت باشین. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. ما یک سوال دیگه داشتیم. بخشیم زحمت کشیدیم. خواهش میکنم. در خدمت شما هستیم. سوال این است که یک نفر پدر دارد، او پدرش خیلی او رو مثلا اجازه میکنه برای من پول بیار، برای من چیز بیار، اگر نیاری تو رو از خونه بیرون میکنم. آیا به این خیلی پدر چطور رفتار کرد با اون؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه جزاکم الله خیر. رحمت کنم. سلامت باش. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستیم.
یه سوال داشتم ببخشید. سوالتون؟ بفرمایید، منتظر سوالتون هستیم. بیان گرامی از تلفن با ما صحبت کنید لطفا. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ما از جمهوری تاجیکستان زنگ می‌زنیم. بله. در مسافرت ها، یعنی در روسیه بعضی وقتا قرار داریم. درست. آیا کلیسای مسیح ها رو تعمیر کردن جایز است یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر، آیا مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو بدعت گفته می‌شود یا نه؟ تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سوال داشتم با مولانا عبدالقادر دهقان. صداتون پخش میشه و سوالتون رو بفرمایید. زنی که موی دراز دارد هنگام اصلا جایز است که سر کند و تنها بدن را خواهش میکنم بسیار ضرورت. باشین دوباره سوال رو تکرار کنید. زنی که موی دراز دارد، زنی که موی دراز هنگام غسل گرفتن سر و تنها بدن را ترک کنه. سوال دوم اینه که بله، وقتی که دارن تماسشون قطع شد، تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی، صداتون داره پخش میشه، منتظر صداتون هستیم. تماس بعدی رو بگیرین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد خوب هستی؟ سلامت باشین. سوال شهریتون؟ من از تاجیکستان هستم. از تاجیکستان در خدمتتون هستیم. عبدالشکور از تاجیکستان. سوال شهریتون؟ الو. استاد من از شما خواهش داشتم. بفرمایید. همین برنامه‌ای که برای ما امور اگر میشود انشالله به توفیق الله. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. جناب مولانا 30 تا سوال گرفتیم بریم یا چون تماس هم پره دیگه نمیدونم، حیف بینندگان پشت خط بمونن و جواب ندیم. سلام علیکم، بفرمایید. بینندگان گرامی لطف کنید از تلفن با ما صحبت کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. یه سوال داشتم، میخواستم از نماز صداتون داره پخش میشه و منتظر سوالتون هستیم. بفرمایید سوالتون رو. میخواستم بدونم که نماز استخاره چیه، چند رکعته، اگه دعا یا ذکر خاصی داره. میخواستم یکم اطلاعات راجعش بدونم. درست. اگه جواب بدین خیلی ممنون از برنامه خوبتون. انشالله. سلامت باشین. متشکرم. سلامت باشین. سلامت. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، در خدمت شما هستم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. برادر ما در مورد معلومه که این برادر تاجیکستانی که دادم گفتن که پنجشنبه‌ای. بله، او دیگه بیننده‌ها توضیح دادن البته. پنجشنبه او دیگه خیلی توضیح دادن. پنجشنبه‌ای وقتی که یک مسلمان این برادر فوت می‌کنه بعد سری رو تا یک سال هر روز پنجشنبه، یعنی بعد از وفاتش بعد پنجشنبه.
با عنوان صدقه خیرات میکنن. درست. روز پنجشنبه و هفتم کیلو سال جامعه پنجشنبگی را جامعگی میگن. صدقه میگن داخل 8-7 مثلا معرکه ها اجرا کرده شدیم. مثلا بدعت هست که از نظر اسلام صلی الله علیه وسلم آیا هم عملها را انجام میدادن. درست. انشالله پاسخ دریافت میکنم. الله خیر برکت. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس آخری رو بس کنین، آخرین بیننده رو بگیرین. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. من 4-5 سوال دارم برادر. همین کی وقتی تلفن میکنم تلفن نمیگیرن. درست. بفرمایید. سوالت کردم. الان فرصت استفاده کنید و سوالتون ان شاء الله آماده کرده باشین که تماس هم قطع نشه. یکم سوالم وقتی که ذکر کرده باشید یکم در تلاوت کنه دیگه جایز است یا نیست؟ وقتی که ذکر کرده باشه یکم در تلاوت قرآن کنه، تلاوت گوش کردن در کار می یا ذکر کردن در کار می؟ صداتون واضح نیست، بلندتر بگین. وقتی که ذکر کرده باشید تلاوت قرآن شود، تلاوت گوش میکنید یا ذکر میکنید؟ بله بله. دویم سوال در حالی که ذکر میکنه تلاوت قرآن میشنوه، آیا تلاوت بکنه یا گوش بکنه یا ذکر بکنه؟ سوال بعدی وقتی که سجده تلاوت میبیاد با دیسک گوش کرده باشید در تلویزیون سجده کردن جایز است یا نیست؟ دوباره سوال بگین. وقتی سجده تلاوت سجده تلاوت میبیاد وقتی گوش کردن با در تلویزیون بله سجده کردن ممکنه یا نیست؟ سوال بعدیتون بعد روزه وقتی که معده کسل باشد روزه سنتی خوردن ممکن نیست؟ روزه سنتی سوال یعنی اول سوال چی بود؟ روزه سنتی بله معده در کرده باشد که خوردن ممکن یا نمی؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ تیمم کردن در کدام وقت جایز است؟ بعد طرزش رو نشان ده. سوال بعدی بعد در کدام وقت آدم مسافر و چند کیلومتر با آدم مسافر میشه؟ بله. همش قبول شد برادر؟ بله. بله سوال واضح است. سوال دیگه هم دارین؟ سلام من با همون کارگردان به طول حق رسونید. خدا جزای خیر کرد به شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از شما بیننده گرامی. بینندگان در اینجا با هم یک برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشین. فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت ألست ترى ديارهم خواء
فقد أنكرت منها ما عرفت فقد أنكرت منها ما عرفت بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهفي. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا اولین بیننده گفتن که در مورد قضیه اینکه انسان پشت سر یکی از اهل تشیع نماز بخونه، گفتن آیا درسته یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله رو بارها و قبلا عرض کردم که نمازی که شیعه میخونن، خصوصا علمای شیعه، از نظر هم از نظر اعتقادی و هم از نظر فقهی پشت سر شیعه، خصوصا شیعه‌ای که جز روافض باشن، غلات باشن، نماز خوندن پشت سر چنین افرادی جایز نیست. یعنی این که نماز اهل سنت پشت سر امام شیعه جایز نیست و نماز رو باید اعاده بکنن، به دلیل این که کیفیت وضوی شیعه متفاوت است. وضویشون از دیدگاه سنت و از دیدگاه قرآن باطل هست. در مورد نواقض وضو و شکننده های وضو اختلافات جدی وجود دارد در میان اهل سنت و در میان شیعه. مواردی که به اتفاق مذاهب اهل سنت و الجماعت جز شکننده های وضو هستند، مانند مزی و ترشحاتی که انسان دارد، ترشحات جنسی شکننده وضو هست نزد اهل سنت و الجماعت، اما نزد شیعه جز شکننده ها شمرده نمی شود. از نظر اعتقادی بدعات و خرافات و شرکیاتی که بسیاری از شیعه به آن معتقد هستند، اینها در واقع مانع صحت نماز پشت سر امام شیعه هست. و شاید این بیننده من از توضیحی که بنده در مورد سوال اولی بیننده دادم، شاید ایشون این برداشت کردند که من گفتم پشت سر امام شیعه نماز بخوند. من تعبیرم این بود که در جماعتی که در اونجا هستند شیعه وجود دارند، در مسجد هست مثلا جماعت دیگری وجود داره، مردم هستند میبینند که این فرد نماز میخواند، در حضور دیگران نماز میخواند، گفتن اشکال ندارد که در این صورت دسته ها را باز بکند، یا اینکه برای اینکه در واقع اذیت و آزاری متوجه نشود جلوی روی خودش مهری بگذارد و بر روی مهر سجده نکنه. گفتن این اشکال شرعی ندارد و جایز است، اما خواندن نماز پشت سر امام شیعه جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در مورد سنت های قبلیه و بعدیه که بعد نمازها یا قبل نمازهای فرض انسان انجام میده، گفتن اگر کسی این نمازهای سنت رو نخواند، مثل نماز سنت قبلیه یا بعدیه نماز ظهر، آیا کلا نقصی یا ایرادی هم در نمازها وجود میاره یا نه؟ حکم خواندن نماز سنت رو در شریعت اسلامی حکمش سنت هست. سنت، تعریف سنت یعنی این که عملی که اگر انسان انجام بدهد ثواب بیشتری رو میبرد و درجاتش بالاتر می رود، و اگر این نماز رو نخواند هیچ گونه گناهی بر اون نیست. بدین معنی که کسانی که نماز سنت میخونن، سنت های رواتب رو همیشه میخونن، نمازشون کاملتر هست، ثوابشون بیشتر هست و درجه بالاتری دارن. اما کسانی که نماز این سنت رو ترک میکنند گناهکار نیستند. و نماز سنت اساساً یکی از ویژگی هایش این است که در واقع مکمل نماز فرضه، مکمل نماز فرض است. در روز قیامت اگر نماز یک انسانی نقصی داشته باشد در خشوعش، در خضوعش، در حضور قلبش، در کیفیت ادا کردنش، اگر نقص و عیب و ایرادی داشته باشد، در روز قیامت این نماز فرض را توسط نمازهای نفل کامل می‌کنند. یعنی اگر انسانی نماز نفل و نماز سنت خونده باشه، اینها را که روی نماز فرض می‌گذارند، کنار نمازهای فرض می‌گذارند، نمازهای فرضش در واقع کامل می‌شوند. اما کسی که نماز سنت و نفل نمی‌خواند در واقع این فرصت را از دست داده. این همین سوال رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم سوال کردن.
حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه که یکی از عشره مبشره هست و داماد حضرت ابوبکر صدیق هست و پدر خانم حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما هست. این نقطه متاسفانه از ذهن بسیاری از مردم غافل هستند در این مورد که طلحه ابن عبیدالله باجناق رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، داماد حضرت ابوبکر صدیق و پدر خانم حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه و همچنین حسین هم هست. هم حسن و هم حسین هر دوتا بعد از یکدیگری دامادهای حضرت طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنهم اجمعین بودند. ایشون روایت میکنند یک روز در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم، یک مردی اومد با سر و روی بسیار ژولیده از بیابان اومده بود، اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت که یا رسول الله بر من چه فرض هست، فرایض اسلام و ارکان اسلام را برای من بیان بکن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند 5 صلوات فی اليوم و اللیله، که 5 نماز هستند در شبان روز که 5 نماز را بخوانید. در شبان روز 5 نماز را بخوانید. اون در واقع فرد بیابان نشینی سوال کرد هل علی غیرها، غیر از این هم چیزی دیگر بر من هست، نمازهای دیگری هم هست که بر من فرض باشه، واجب باشه که من این نمازها را بخونم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود قال لا الا ان تطوع، نه نماز دیگری نیست مگر این که خواسته باشی که نفل بخوانی. نفل خوندن معنیش دقیقاً اگر بخوایم مثال بدیم مانند اضافه کاری. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که نه وظیفه بیشتر از این نداری، همین 5 وقت نماز هستن مگر این که اضافه کاری بکنید، یعنی نماز نفلی و نماز سنتی رو در واقع بخوانید. و سوالات دیگری رو داشت در مورد رمضان، در مورد حج بود و بعد از هر جوابی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدادند این بیابان نشینی میگفت که والله لا ازید علی هذا ولا انقص، به خدا قسم من از این نه اضافه میکنم و نه کم میکنم، نه اضافه میکنم و نه کم میکنم. پیامبر به من گفته که 5 وقت نماز، من 5 وقت نماز میکنم، نه اضافه نه کمتر، یعنی 5 وقتی که فرض هستند. بعد از این که طلحه ابن عبیدالله رضی الله تعالی عنه میگه وقتی که این مرد از محضر رسول الله صلی الله علیه و خارج شد و رفتن، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند افلح ان صدق، افلح ان صدق، اگر واقعا این گونه عمل بکند کامیاب خواهد شد. این همین 5 وقت نماز رو اگر سر وقت بخواند، کامل بخواند، این فرد در واقع کامیاب می شود. پس بنابراین نمازهای سنت و نمازهای نفل در واقع حیثیت عبادات نفلی رو دارند، عبادات در واقع یک نوع اضافه کاری شمرده میشن. اگر کسی اینها رو بخواند فضیلت بیشتری رو دارد، درجات بیشتری رو دارد، نمازهای فرضش کاملتر میشوند. اما اگر کسی بنابر هر دلیلی نخواند گناهکار نیست، یعنی در روز قیامت الله متعال انسان رو مؤاخذه نمی کند که چرا نمازهای سنت را نخواندی. اما کسانی که نمازهای سنت را خواندند قطعا ثوابش و درجات بالاتری رو ان شاء الله در روز قیامت الله متعال به اونها عنایت خواهد کرد. جزاکم الله خیر. خواهری پرسیدن گفتن که دخترمون 20 سال است که طلا داره، الان طلا داره و به حد زکات هم رسیده، الان میخواد اونو بفروشه و زمین بخره. آیا الان باید زکات کل این سالها را بده یا فقط یک بار زکات بده؟ از نظر شرعی زکات حق مال هست، حق مال هست و 2.5% در شریعت اسلامی تعیین شده. 2.5% از مال ما حق مستمندان و فقرا و مساکین و تمامی نیازمندان هست و شرایط وجوب زکات این گونه هست که اگر طلا به مقدار 85 گرم طلای 24 عیار برسد، 85 گرم طلای 24 عیار که همون میشود 20 مسقال از طلای 24 عیار باشند، یعنی به این سقف برسند و 1 سال کامل از زمان ملکیت اینها گذشته باشند. این از زمانی که این طلاها در اختیار شما هست 1 سال کامل گذشته باشد. از لحظه ای که طلاها به 85 گرم رسید، 85 گرم طلای 24 عیار اگر به این مقدار رسید زکات شروع می شود، البته به شرطی که 1 سال کامل بر این بگذارد، قبل از این زکاتی رو ندارد. اگر قبل از سال اینها رو فروخت، اینها رو عوض کرد، ماشینی خرید، خونه خرید، بازم زکات ندارند. اما اگر این طلاها همچنان باقی ماند، بیشتر از 85 گرم طلای 24 عیار نزد شما باقی ماند تا اینکه 1 سال کامل بر اونها گذشت، 2.5% از کل قیمتش باید زکات رو پرداخت بکنیم.
الان یک فردی چندین سال مالک نصاب بوده، فرض کن بیشتر از 85 گرم طلا 100 گرم طلا داشته، امسال چند سال بر اون گذشته و زکاتش رو پرداخت نکرده، این حق همچنان برگردن اون باقی هست. یعنی با این که شما اگر زکات را به تأخیر انداختید معاف نمیشوید، سالهای گذشته بر شما بخشیده نمیشوند. حتما باید اگر میخواهید که واجب و فرض الهی رو انجام بدهید امسال را و سالهای گذشته را باید محاسبه بکنید. اگر یقینا نمیدونید تخمینی حساب بکنید که چند سال گذشته از چه سالی مالک نصاب شدید و هر سالی اون مقدار نصابش را، یعنی مقدار در واقع زکاتش را 2.5% را باید پرداخت بکنید. ولو اینکه بعد از چند سال که گذشته زکات را ندادید، امروز میخواید زکات بدید، باید زکات تمام سالهای گذشته را بدهید. اما بعد از این که انسان طلا داشت یا مثلا پول نقدی داشت، یک سال بر اونها نگذشته بود، قبل از این که سال بر اونها بگذرد اونو تبدیل کرد، ماشینی خرید یا منزلی خرید یا زمینی خرید، اما موارد دیگر، در این صورت بر این زکاتی نیست. یعنی فرض کن که 100 گرم طلا 200 گرم طلا یک فردی داشته باشد، اگر 100 و 200 گرم طلا یا بیشتر باشه کمتر باشه، خلاصه بیشتر از 85 گرم باشه، اگر پیش خودش نگه دارد زکات دارد. اما اگر قبل از اینکه یک ساله بشود این مال رو تبدیل کرد به یک ماشین خرید، به یک خونه خرید، به یک زمین خرید، در این صورت زکاتی بر اون لازم نیست. البته در صورتی که اون خونه و اون زمین برای تجارت نباشد، به قصد خرید و فروش زمین نخرد، بلکه برای اینکه مالش را حفظ بکند، برای اینکه در آینده خونه‌ای بسازد، یک خونه بگیرد اجاره بدهد، منبع درآمدی باشد، اگر به این نیت بخرد زکاتی بر اون زمین در واقع نیست. اما طلاهایی که چند سال بر اونها گذشته، الان وقتی میخواد زکات بدهد باید تمام سالهای گذشته رو زکاتش رو پرداخت بکند. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که فرزند یک بچه هست 8-9 سال عمر داره و قرائتش خوبه، آیا میتونه برای بزرگسالا پیش نماز بشه؟ در مورد امامت یک فردی که نابالغ هست، یک مسئله شرعی و اصولی در این زمینه وجود داره. در باب اصول فقه انسانی تا زمانی که بالغ نشده مکلف نیست، یعنی اینکه نمازی بر اون فرض نیست. دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت مانند احناف، مالکی ها و حنبلی ها که در واقع در این مسئله جمهور هستند، نظرشون این است که نماز فرض پشت سر امام نابالغ جایز نیست. فقهای احناف، مالکی ها و حنبلی ها نظرشون این است که نماز خوندن نماز فرض با جماعت پشت سر امام نابالغ جایز نیست و در مورد نمازهای سنت و نمازهای نفلی گفتند هیچ گونه اشکالی ندارد، در صورتی که این بچه نابالغ 9 ساله 10 ساله در واقع احکام و شرایط نماز رو میدوند و کیفیت نمازش و قرائتش درست است، نماز خوندن گفتند که اشکالی ندارد. در این زمینه امام شافعی و بسیاری دیگر از اصحاب رسول الله و همچنین تابعین نظرشون این است که جایز هست. در این زمینه گفتند که نماز خوندن پشت سر امام نابالغ جایز است و دلیلشون هم یک دلیل قوی هست، دلیل عمرو بن سلمه هست، در صحیح بخاری هست که عمرو بن سلمه رضی الله تعالی عنه میگوید که زمانی که قوم من بنی سلمه برگشتند از نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ایشون هنوز نابالغ بود، میگوید که به من قرآن آموختند، قرآن رو به من یاد دادند و من پیش نمازشون شدم، قرآن رو بهش یاد دادن. وقتی قرائتش صحیح شد این عمرو بن سلمه در واقع پیش نماز اونها و امام جماعت اونها بود. امام شافعی رحمت الله علیه به استدلال از این حدیث فرمودند که امامت انسان نابالغ حتی در نمازهای فرضی هم در واقع جایز هست و عرض کردم که این روایت یک روایت صحیحی هست و در واقع صریح هم هست در این مورد. در واقع عرض کردم که جمهور علما در این زمینه احتیاط بیشتری رو به خرج دادن، گفتن جایز نیست، اما مذهب امام شافعی رحمت الله علیه با توجه به این دلیل صحیح و صریحی که وجود دارد به نظر بنده راجح هست و قوی‌تر هست. پس بنابراین به نظر این بنده نماز خوندن پشت سر امام نابالغ ولی اینکه نماز فرض باشد جایز هست و اشکال شرعی ندارد. درست. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی 2 سوال داشتن که من 2 رو با هم جمع میکنم. قضیه نماز جمعه بود. گفتن که در روز جمعه و در کشوری که هستن ساعت 12:06 وقت نماز ظهر داخل میشه، اما امام نماز را به تعویق یا تأخیر میاندازه تا نزدیکای عصر و خطبه رو هم طولانی میخونه تا اینکه انگار وقت عصر داخل میشه. آیا ما میتونیم که به اون تذکر بدیم، یعنی در حالی که خطبه میکنه تذکر هم بهش بدیم که خطبه رو کم کن و
وقت نماز عصر وارد داره میشه تا نماز قضا نشه؟ اصل در نماز جمعه و همچنین نماز ظهر این است که در اول وقت نماز را بخونند. یعنی نماز جمعه رو و همچنین نماز ظهر رو باید در اول وقت ظهر، یعنی به مجرد زوال آفتاب، به محض اینکه سایه برمیگردد و زوال می شود، یعنی خورشید از وسط آسمان تمایل پیدا می کند به طرف غرب، این در واقع آغاز وقت نماز ظهر و نماز جمعه هست که باید نماز جمعه رو در واقع در این وقت بخونند و در اول وقت خوندنش تاکید شده و بنابر روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم هست افضل الاعمال شمرده شده، یعنی بهترین نماز خواندن نماز سر وقت هست و در این زمینه انسان باید توجه بکند ابتدا و انتهای وقت را باید در نظر بگیرید. قبل از اینکه شما بخواهید که به گمان خودتان امر به معروف بکنید یا نهی از منکری بکنید، باید دقیقاً محاسبه بکنید که اوقات شرعی نماز جمعه، نماز ظهر در منطقه شما از چه ساعتی شروع می شود تا چه ساعتی در واقع ادامه دارد. تا زمانی که وقت عصر شروع نشده باشد این وقت نماز ظهر است. گرچه تأخیرش خلاف اولا هست، نباید تأخیر بکنن، اما اگر کسی نماز ظهر رو تأخیر کرد در آخرین دقایق و در آخرین لحظات، بازم نمازش ادا شده، یعنی نماز ظهرش، نماز جمعه رو در اون وقت در واقع ادا کرده، گرچه خلاف اولا و خلاف سنت رو انجام داده که بعد اینو در ابتدای وقت میخون. پس بنابراین اگر واقعا این امامی که شما میگویید یعنی نماز رو به اندازه‌ای تأخیر میکند که وقت نماز ظهر کاملا تمام میشود، وقت نماز عصر شروع میشود، در چنین عملی قطعا حرام هست. اما من گمان میکنم که حتما یک مقدار تأخیر میشود، نه اینکه به صورت کلی نماز از وقتش خارج بشود. بالفرض این که شما محاسبه کردید که وقت نماز ظهر از فلان ساعت شروع میشود تا فلان ساعت در واقع انتهای وقت نماز ظهر هست، آخر وقت نماز ظهر و ابتدای وقت نماز عصر هست. اگر مطمئن شدید که الان وقت ظهر یا وقت نماز جمعه در حالت گذشتن هست، تأخیر شده، خیلی زیاد امکان داره که وقت نماز عصر در واقع شروع بشود، شما در این زمینه می توانید ولو اینکه امام در خطبه باشد تذکر بدهید که وقت نماز ظهر در واقع رو به اتمام هست. البته عرض کردم که در این زمینه حتما باید مطمئن باشید که وقت نماز ظهر در واقع رو به اتمام هست. اگر باز هم مجال دارد، یعنی وقت زیاد دارد، شایسته نیست که در وسط خطبه شما در واقع حرف بزنید یا به امام تذکر بدهید. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که استعمال و استفاده از حنا آیا سنت است یا نه؟ از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر حساب بکنیم، یعنی شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم حنا استفاده نکردن برای ریش مبارکشون و علتش هم این بود که زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا رفتن هنوز موی محاسن ایشان سفید نشده بود، به استثنای چند تار مو که نمایان بود بیشتر ریش مبارک ایشون سفید نشده بود. به خاطر این شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم خضاب نزدن یا کتم یا حنا استفاده نکردن. منتها در روایت صحیح مسلم اومده که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پدرش رو ابو قحافه رو زمانی که مسلمان شده بود در جریان فتح ایشون آوردن در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم و موی ایشون کاملا سفید بود، حتی در روایت اومده کثقامته، مانند گل سفید در واقع می درخشید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند غیروا هذا، این رنگو عوض بکنید، این که سرش خیلی سفید شده این رنگو در واقع حنا بزنید و عوضش بکنید. از این حدیث و روایات دیگری که در این زمینه وجود داره از عمل بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، بسیاری از علما معتقد هستند که خضاب بستن، حنا بستن ریش یا در واقع کتم رو که یک نوع رنگ شبیه به حنا هست استفاده کردنش رو در واقع جز سنت ها قرار دادن. گرچه خود رسول الله عمل نکردن اما در این زمینه دستور دادن و در امر هست غیروا هذا که این رو در واقع تغییر بدید. در ادامه روایت یک جمله دیگر هست که و جنبوه السواد، که از رنگ سیاه پرهیز بکنید. بنابر قول محققین این جمله و جنبوه السواد این مدرج هست در این روایت، یعنی جز اصل روایت نیست، قول راویه، اصل قول رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. پس بنابراین حتی اگر حنای سیاه باشد یا رنگ سیاه باشد بر سر و ریش استفاده بکنن، اما برای مرد و برای زن هر دوتا جایز هست و اشکال شرعی نداره. جزاکم الله خیر. بیننده ای از روسیه تماس گرفتن، گفتن که در منطقه‌ای که زندگی میکنن شهرها خیلی سرده، آیا میتونن که
در داخل خود ماشین نماز بخونن و فقط اشاره بکنن؟ در نمازهای فرضی قیام یکی از ارکان نماز هست، یعنی این که شما در حالت نماز فرض بایستید رو به طرف قبله، این یکی از ارکان نماز هست. اگر کسی بدون دلیل نماز فرض را نشسته بخواند نماز فرضش صحیح نیست، مگر در صورتی که عذر شرعی داشته باشد. عذر شرعی یعنی این که بیمار باشد و نتواند بایستد، بیمار باشد و نتواند بایستد. اما این که به خاطر سردی این کار را بکند یا به خاطر موارد دیگر، این دلیل شرعی نیست. خیر، شما به خاطر سردی یا به خاطر گرمی اجازه ندارید که نماز رو به صورت اشاره بخونید. می توانید که بیرون از ماشین یا بیرون از خونه نماز فرض رو بخونید، منتها نماز رو مقدار سریعتر بخونید، تخفیف بخونید، یا حتی اگر مجبور باشید فقط اکتفا بکنید به سوره فاتحه که تنها بخونید و نماز رو بخونید. در هر صورت شما باید نماز رو در حالت ایستاده بخونید و در حالت نشسته بدون عذر مانند مریضی و بیماری جایز نیست که نماز را نشسته و با اشاره بخونید. بله، جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که آیا در حالی که خطیب در حال خطبه خواندن است میشه نماز سنت خوند در روز جمعه و آیا بعد از نماز جمعه نیز نماز سنت وجود داره؟ در مورد نماز سنت در روز جمعه، اگر نماز سنت که معمولا مردم 4 رکعت میخونند قبل از نماز جمعه یا مثلا نفل میخونند قبل از نماز جمعه، در هنگام خطبه خواندن چنین نفلی و چنین سنتی جایز نیست، به استثنای سنت تحیت المسجد، به استثناء سنت تحیت المسجد که صراحتا رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که سلیک قطوانی وارد شد در مسجد و نشست و نماز نخوند، رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشون دستور دادند که بلند بشود و نماز بخواند، بلند بشود و نماز بخواند، و که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان خطبه بودند، یعنی داشتن بر روی منبر خطبه رو ایراد می‌کردند و بعد از این رسول الله صلی الله علیه و سلم در همون جلسه فرمودند که هرگاه کسی از شما به نماز جمعه آمد و امام بر روی منبر بود و خطبه میخواند، شما 2 رکعت نماز بخوانید و اون را خفیف بخوانید، یعنی سبک بخوانید این 2 رکعت نماز را. این فقط در صورتی هست که امام این درات خطبه میخواند، در هنگام ایراد خطبه هست. در بعضی از جاها معمول هست که امام اول سخنرانی میکنند به زبان محلی و بعد از آن خطبه رو میخونند. این سخنرانی اول جز خطبه شمرده نمی شود و اون خطبه فقط اون خطبه‌ای هست که عربی میخونند. اشکالی ندارد اگر در جایی حتی سخنرانی اول یا دوم به صورت خطبه خونده میشه، یعنی جز خطبه حساب میشه، ولی اینکه به زبان فارسی باشد، خواندن نماز سنت مطلق یا نماز نفل جایز نیست. اما این 2 رکعت نماز تحیت المسجد رو شما میتوانید که بخوانید. اما اگر این سخنرانی فقط سخنرانی هست، خطبه به هیچ عنوان در واقع شمرده نمی شود، در هنگام سخنرانی شما میتونید هر نمازی رو بخونید، اما از این نماز نفل باشه یا نماز سنت باشه یا نماز تحیت المسجد باشه، حتی در صورت خطبه خواندن، در صورت خطبه خواندن 2 رکعت نماز تحیت المسجد از دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملا ثابت است و اشکالی ندارد، گرچه برخی از فقها در این زمینه رأیشون بر این است که صبر بکند تا زمانی که ما بر روی منبر هست حتی 2 رکعت نماز تحیت المسجد را نخونند. اما در این زمینه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد سلیک قطوانی صریح هست و صحیح است و در اون امر اومده که هرگاه کسی از شما به نماز جمعه آمد و الامام یخطب و امام بر روی منبر بود، فلیرکع رکعتین، 2 رکعت بخواند، ولیتجوز فیهما، و این 2 رکعت را سریع بخواند و کوتاه بخواند. این امر و دستوری هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم و قول راجح هم همین هست. تشکر میکنم از شما. و در مورد نمازهای سنت بعد از جمعه، در روز جمعه اون سنت هایی که در روز برای نماز ظهر هست برای نماز جمعه ثابت نشده. یعنی سنت قبلیه‌ای که در روز ظهر مثلا ما میخونیم 4 رکعت یا 2 رکعت ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر تفاوتی که در حدیث عبدالله ابن عمر و حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنهما وجود دارد، این در روز جمعه وجود ندارد. اما در روز جمعه رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کردن برای نماز خوندن، نگفتن 2 رکعت یا 4 رکعت که سنت است، گفتن هر کسی که به نماز جمعه زودتر برود و تا زمانی که امام بر روی منبر میرود نماز بخواند. این جایز هست، اشکال شرعی نداره. این نکته رو بینندگان عزیز توجه بکنند. در روز جمعه قبل از خطبه هر مقداری که دل شما میخواهد نماز سنت بخوانید.
نماز سنت یا نماز نفل بخوانید. نماز خوندن قبل از خطبه امام سنت هست. الان 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 10 رکعت، هر مقداری که شما میتوانید، این جایز هست. اما اون 4 رکعت قبلی نماز ظهر در روز جمعه نیستند که التزامی باشه 4 رکعت قبل از جمعه. قبل از جمعه جایزه 4 رکعت بخوانید، 2 رکعت بخوانید، 10 رکعت، کمتر بیشتر خوندید هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. این نماز قبلی روز جمعه هست. در مورد نماز بعدی روز جمعه، این سنت هایی که بعد از در واقع نماز جمعه خونده می شوند، این هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 موردش ثابت هست. روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه از در صحیحین که رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی یوم الجمعه رکعتین فی بیته. حضرت عبدالله ابن عمر میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جمعه بعد از نماز جمعه 2 رکعت رو در خونهش میخوندن. 2 رکعت در خونهش میخوندن. روایت دیگری هست در صحیح مسلم که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جمعه بعد از نماز جمعه 4 رکعت میخوندن. منتها در این روایت در مورد مسجد هست. این در مسجد 4 رکعت میخونن. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه این 2 حدیث رو با هم جمع کرده. گفته که اگر نمازگزار بعد از نماز جمعه به خانه خودش رفت، در مسجد سنت نخوند، 2 رکعت در خانه بخواند. این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر در مسجد سنت خوند 4 رکعت بخواند. این از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. این مواردی هست که کسی که میخواد بر سنت عمل بکند، وگرنه هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. همون گونه که قبل از جمعه شما میتونید 10 رکعت 20 رکعت بخونید، بعد از نماز جمعه کسی هم خواست میتواند اصلا بشینه تا نماز عصر هم نماز نفل و سنت در واقع بخواند. هیچ گونه ممنوعیتی وجود ندارد. اما آن چیزی که از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، یا 2 رکعت هست که در خانه خونده میشود، یا 4 رکعت هست که در مسجد در واقع خونده میشود، بر روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم. تشکر میکنم شما. سوالی که مطرح شد و 2 نمونه تقریبا در موردش توضیح داده شد، این بینندگان بعدی توضیح دادن در مورد پنجشنبگی در اسلام آیا جایگاهی دارد یا نه، که بعضیا گفتن منظور پنجشنبگی در اسلام یعنی مردگانی که برای میت میدن، و بعضی بینندگان گفتن که در روز پنجشنبه شاگردان برای معلمشون یک هدیه یا چیزی میبرن به عنوان سوغات. ببینید، برای ایصال ثواب برای مردگان، من بارها در اینجا این مطلب رو توضیح دادم که ما باید پایبند منافذ شرعی باشیم، راههای شرعی ایصال ثواب. در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن 3. زمانی که بنی آدم یعنی انسان از دنیا میرود، اعمالش قطع میشوند، یعنی پرونده اعمالش، حسناتش بسته میشود، مگر در 3 مورد. یعنی 3 مورد هست که شما در واقع میتوانید ایصال ثواب بکنید برای مردگان. یعنی مرده‌ای که از دنیا میرود بازم ثواب در واقع به حسابش نوشته میشود. اولین مورد علمی هست که انسان بعد از مرگش به جا بگذارد، علمی که بعد از خودش به جا بگذارد، یا صدقه‌ای که بعد از خودش به جا بگذارد. صدقه جاریه‌ای هست، یه جای مسجدی رو بنا کرده، مدرسه‌ای رو بنا کرده، خدمات عمومی برای مسلمانان یک جای ایجاد کرده. او ولد صالح یدعو له. 3مین مورد، فرزند نیکوکاری که برای پدر و مادر دعای خیر بکند. دعای خیر بهترین و بالاترین و بی‌هزینه ترین ایصال ثواب برای مردگان هست. دعای خیر، همین که شما دعا بکنید که پروردگارا مرده ما را ببخش، اللهم اغفر لی و لوالدی وارحمهما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا پدر و مادر من را مغفرت و رحمت بکن. این بزرگترین هدیه‌ای هست و بالاترین ثواب را دارد که شما می توانید این را ایصال بکنید، یعنی برسانید به مردگان خودتون، برای پدر و مادرتون، برای برادر و خواهرتون، برای فرزندانتون، برای عزیزانی که از دنیا رفتن. فقط دعای رحمت و دعای مغفرت بکنید. این روش شرعی هست. اضافه بر این، برای مردگان صدقه دادن، عرض کردم در این روایت اومده جایز هست، و همچنین حج رفتن به نام میت جایز هست، عمره کردن برای میت جایز هست. این که شما مسجدی رو بنا بکنید، یک پولی رو در یک جای صدقه جاریه قرار بدید برای مردگان خودتون و دعا بکنید برای مردگانتون، اینها راههای شرعی هستند. اما این که شما یک روزی رو تعیین بکنید برای مردگانی یا برای پنجشنبهگی که در روز پنجشنبه یک کاسه غذا
ببرید به یک امام مسجدی بدید یا به یک کسی بدهید. گرچه من عرض کردم که صدقه دادن جایز هست، غذا دادن به صورت کلی جایز هست، اما تعیین وقتش که در روز پنجشنبه باشد یا در روز شب جمعه باشد یا فرض کنیم در روز سوم باشد، در روز هفتم باشد، چهلم باشد، سال باشد، اینها بدعت و خرافات است. اینها از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. یعنی در هیچ پنجشنبه رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول زندگی خودشون برای حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها غذایی رو پخش نکردند. درست. و اگرچه دعا خیلی میکردند، میرفتند همیشه زیارت قبرستان، همیشه برای مردگان خودشون دعا میکردند، اما این که کاسه غذایی رو در مثلا روز پنجشنبه یا شب جمعه ببرند به کسی هدیه بدن، چون این چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. همین که 3 روز باشه، 44 ماه باشه، 1 سال باشه، روز سالگرد یک غذایی رو بدن، این از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. اگر بعد از مدتی به خاطر شما اومد شما تصمیم گرفتید مثلا گوسفندی رو ذبح بکنید و تقسیم بکنید در میان فقرا، ثوابش به مرده شما برسد، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما این که تعیین بکنید حتما روز جمعه باشد یا روز پنجشنبه باشد، حتما روز هفتم فوت باشد یا روز چهلم باشد یا روز سالگرد وفات باشد، اینها بدعت و حرام و ناجایز هست و از چنین کارهای انسان باید پرهیز بکند. و قضیه دوم این مسئله که پنجشنبه همین عرض کردم، پنجشنبه یعنی غذایی که در روز پنجشنبه برای میت، برای ایصال ثواب به میت میدن، معلم یا فرق نمی کند، برای هر کسی که بدن. اصل این عمل بدعت هست. درست. یعنی تخصیص دادن، اختصاص دادن این وقت و زمان برای اینکه غذایی رو هدیه بدن، اینش خودش بدعت هست. درست. تفاوتی نداره که اینو به امام مسجد بدن یا به در واقع آموزگار یک مکتبی بدن یا به هر کسی که بخوان بدن. خود این عمل، انجام دادن این عمل در روز پنجشنبه بدعت هست. در اوقات دیگر یعنی بدون تعیین وقت و بدون تعیین مناسبت اگر بخواند که ایصال ثواب بکنن، غذایی را چه به صورت خام یا پخته تقسیم بکنن، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما این که حتما باید این غذا را بپزند در روز پنجشنبه باشد یا شب جمعه باشد، حتما باید به امام مسجد بدن یا به مولای مکتب بدن، این از نظر شرعی جایز نیست و بدعت هست و اثری از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارد. تشکر میکنم شما. بیننده بعدی گفتن که آیا نمازهای سنت با اقامت است یا بدون اقامت؟ فلسفه اقامت یعنی اعلام آغاز نماز هست. اعلام آغاز نماز. ما 2 تا اذان داریم. یکی اذان هست که در ابتدای وقت نماز در واقع گفته می شود که همه در میشنوند اون صدا را. این به معنی اعلام وقت نمازه. اعلام وقت نماز که مردم بدانند که الان وقت نماز ظهر یا عصر مثلا وارد شده. و اقامه در مسجد می شود در جایی که نماز جماعت گفته می شود. در جایی که نماز جماعت خونده می شود. این اعلام برای این هست که الان نماز جماعت شروع می شود، برای اعلام شروع شدن نماز جماعت است. پس بنابراین اگر کسی در خونه نماز سنت می خواند هیچ گونه لزومی رو ندارد که اقامه بخواند. اقامه گفتن برای نماز فرض هست و برای نماز جماعت هست. برای نماز فرادا اهم از این که فرض باشد یا سنت باشد این گفتن اقامه لازم نیست. تشکر میکنم شما. خواهر پرسیدن گفتن که همیشه بعد از نماز عشا 2 رکعت نماز شب و 1 رکعت وتر میخوانن، اما وقتی که میخوان در شب نماز شب رو بخوانن این 2 رکعت شب و وتر رو بعد از نماز شب قرار میدن. آیا درسته یا نه؟ وقت نماز وتر بعد از نماز عشا هست. بعد از نماز عشا که شما خوندید الان وقت نماز وتر هست. اگر شما می توانید که بعد از اینکه نماز عشا رو خوندید و میخوابید و امید دارید که قبل از سحر بلند میشوید، قبل از نماز فجر بلند میشوید، اولاتر و بهترین است که انسان نماز وتر رو تأخیر بکند. این آخرین نمازی باشد که انسان در شب و در هنگام و در وقت سحر میخواند. این اصل بر این هست. اگر کسی این توانایی دارد این بهترین راه و روش است. اما اگر کسی بعد از نماز عشا خوند باز هم هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. این کیفیتی که این خواهری بودند که تماس گرفتند و این کیفیتش کاملا درسته که بعد از نماز عشا شما اول 2 رکعت نماز شفع میخونید، یعنی 2 رکعت نماز جفت میخونید و بعد از آن 1 رکعت وتر میخونید. 1 رکعت وتر میخونید، هیچ گونه اشکال نداره. این روش شرعی و سنت هست برای خواندن نماز وتر. اگر بعد از نماز عشا بلا فاصله خوندید هم جایز هست. اگر صبر کردید در آخر شب خوندید قبل از نماز فجر هم جایز هست. هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صلات اللیل مثنی مثنی، نماز شب 2 رکعت
دو رکعت هست. یعنی اگر شما میخواهید که نماز تهجد و نماز قیام یا نماز شب بخوانید، دو رکعت بخوانید. وقتی که نزدیک فجر بود، ترسیدی که الان فجر میدمد و اذان میگوید، یک رکعت اضافه بکنید، یک رکعت دیگر بخوانید. این میشود نماز وتر شما. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن آیا چشم زدن و نظر کردن از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بوده یا نه؟ بله، چشم زخم در زمان رسول الله و قبل از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند که اگر قرار باشد یک چیزی بر تقدیر سبقت بگیرد که نمیگیرد، چشم زخم است. یعنی اشاره به این میکنند که در واقع تاثیر خیلی زیادی رو دارد و حتی در برخی از روایات اومده بیشترین کسانی که از امت من میمیرند بر اساس به خاطر چشم زخم هستند. در واقع تا این اندازه این اهمیت دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه عادت مبارکشون این بوده که فرزندان خودشون را، نوه‌های خودشون را میخوندند و بر اونها میدمیدند. حضرت حسن را و حضرت حسین را قبلا اعیدکما بکلمات الله التامات اینو میخوندند و میدمیدند بر فرزندان خودشون. و بعد از این که معوذتین نازل شدند، یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم دعاهای دیگر را ترک کردند، فقط این دو سوره را میخوندند و میدمیدند بر فرزندان خودشون. شما اگر میخواهید که از چشم زخم در واقع مسون بمانید، خودتان یا فرزندانتان، بهترین راهش این است که همین دو تا سوره را بخوانند. یعنی سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخوانید و بر خودتون و بر فرزندانتان بدمید. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم روششون این بوده که قبل از اینکه بخوابند این سوره ها را میخوندند، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، اینو میخوندند، در دست خودشون میدمیدند، یعنی فف میکردند در دست خودشون و دسته ها رو بر تمام بدن خودشون به صورت کامل میمالیدند. یا حتی در روایات دیگری هست هر کسی که قل الله احد را، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بعد از نماز صبح بخواند تا شبش محفوظ هست. اگر بعد از نماز مغرب بخواند تا صبحش الله متعال او را از خطر در واقع چشم و زخم و بقیه در واقع ضررها الله متعال اون را حفاظت میکند. این بهترین راه برای حفاظت از چشم زخم است. بله، جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آیا همه مرگ ها را الله متعال در تقدیر نوشته است، مثل مرگ هایی که معروف است مرگ ناگهانی، تصادف، خونریزی، سکته؟ بله، هیچ مرگی مرگ ناگهانی نیست. هیچ مرگی مرگ زود هنگام نیست. تمام مرگها هر کسی باشد، چه کسی که در کودکی میمیرد، حتی کسی که در شکم مادر میمیرد یا در دوران کودکی میمیرد، در زمان جوانی میمیرد یا در زمان پیری، تمام اینها بر اساس تقدیر الله متعال هست. و یک تقدیری ما داریم به عنوان تقدیر عمری هست، یعنی زمانی هست که انسان در شکم مادر هست، بعد از اینکه در اون روح دمیده میشود بنابر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله متعال فرشته میفرستد که رزق را، روزیش را و اجل و عمرش را و این که این انسان نیکبخت است یا بدبخت است، این رو در الله متعال در تقدیر نوشته. یعنی تمام مرگ و میره هایی که وجود دارد، چه در زمان جوانی باشند یا در زمان کودکی باشند، در زمان پیری باشند، به هر سببی که باشند، بر اثر تصادف باشه یا مثلا بر اثر بلایای در واقع طبیعی باشند یا مثلا طوفانی، زلزله یا سیلی باشه یا به مرگ طبیعی باشه، تمام اینها رو در روز ازل الله متعال قبل از این که آسمان و زمین رو خلق بکند تمام این جزئیات زندگانی تمام انسانها را و کیفیت در واقع اتفاقاتی که در دنیا میافتند تمام اینها رو الله متعال ثبت کرده و نوشته. هیچ اتفاقی در دنیا بدون تقدیر الله متعال اتفاق نمیافتد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن پول و مال بسیجی آیا حلال است یا حرام؟ فرق نمیکنه که انسان چه بسیجی باشد یا غیر بسیجی باشد، مرتکب یک گناهی شده باشد یا گناهی نشده باشد. اصلا یعنی ولی اینکه انسان کافر باشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد مسلمانان میفرمایند که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، چه بسیجی باشد یا غیر بسیجی. الان این که اگر اشتباهی رو کرده، رفته مثلا در بسیج مثلا عضو شده یا کار دیگری رو انجام داده، این سبب نمیشود که شما برای شما حلال باشد که مالش رو به تاراج ببرید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مال هیچ فرد مسلمانی حلال نیست مگر این
که خودش راضی باشد. و حتی مال کفاری که اهل حرب نیستن، اگر شما در جنگ با کفار باشید، خب در اونجا کافران از مسلمانان غنیمت میگیرن، مسلمانان از کفار غنیمت میگیرن، این یک بحث جداگانه است. اما در غیر این حالت نه مال مسلمان برای شما حلال هست و نه مال انسانهای کافر. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد مسلمانان صراحتا فرمودند که مال هیچ کسی بدون رضایت در واقع جایز نیست که شما از اون استفاده بکنید. جزاکم الله خیر. در استاد نزدیک 14 تا سوال مونده و 21 دقیقه تقریبا وقت داریم. بیننده گفتن که 16-15 سال پیش وسایل مردم رو بدون اجازه میگرفتم و میفروختم. الان توبه کردم و خیلی از مردم رو نمیشناسم، چه کار کنم؟ الله متعال توبه ایشون رو قبول بکند و از گذشته ایشون الله متعال صرف نظر بکند و ایشون رو مغفرت بکند و در آینده به ایشون توفیق بدهد که انشالله پایبند باشند. حکم شرعی در چنین موارد این است: اولا در مرحله اول عین همون چیزی را که شما برداشتید از خونه یک کسی بردید، اگر عین اون چیز وجود دارد اون رو به خونهش برگردانید. این درجه اول هست. اگر عینش را ندارید، نمونهش را، مشابهش را برگردانید. مشابه اون چیز را، یعنی یک جنس دیگری را که شبیه به اون هست و عین اون نیست، منتها یک در واقع اگر یک فرض کنید یک لیوانی بوده، یک لیوانی مثلا ببرید به خونه اون بدهید. اگر میتوانید اون میشناسید، اگر که عین اون جنس نیست، یک نحوی این پول را به اون بازگردانید، یا به فرزندش مثلا بدهید یا مثلا تو خونهش بیندازید، به هر صورتی که برای شما میسر هست. این در مرحله دوم. در مرحله سوم این که فرزند یک فردی مال یک مسلمانی را بدون اجازه برداشته، از خونهش برده، الان اون فرد را هم نمیشناسد که کجا رفته یا اینکه اساسا از دنیا رفته باشد. در این زمینه حکم شرعی این است که ایشون باید سعی بکنن به اندازه ارزش اون مالی که برداشتن، به اندازه اون ارزش مال باید صدقه بکنن به نام همون صاحب منزل. اینو بین خودش و بین الله متعال اینو در واقع نیت بکند که پروردگارا، من از خونه فلانی فلان کالا را، وسیله رو برداشته بودم، الان فوت کرده نیست، من نمیدونم خونه مالکی بوده، کجا بوده، اصلا مستاجر بوده، رفته، من دسترسی بهش ندارم. اون مال را که اون مبلغش باشه، قیمت اون کالا رو شما صدقه بدید در راه الله متعال که الله متعال اینو به حساب اون در واقع می‌نویسد. در روز قیامت از دو حالت یکی برای شما باقی میماند. اگر اون صاحب مال قبول بکند، اگر قبول بکند اون صدقه را، خب شما بی حساب میشوید. اگر قبول نکند، از نیکی های شما به طور مثال بردارن، این صدقه به عنوان نیکی برای خود شما در واقع باقی میماند، شما در واقع تسویه حساب میشوید در روز قیامت. و این راه بازگرداندن اموال مسروقه هست که در واقع انسان بدون اجازه برداشته و صاحبش را نمیداند. مقدار همون مال را صدقه بکند به نیت صاحب مال. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که یک شخص بزرگواری هست که مردم به خاطر تبرک از باقی مانده غذایش میخورن، آیا این کار درسته؟ به صورت کلی غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کسی تبرکی رو ندارد. بله. هیچ کسی تبرکی را ندارد. در میان امت اسلامی ثابت نیست که غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی بیاد از فرد دیگری تبرک بجوید. از حضرت ابوبکر، این آدم بزرگواری که شما میگویید، این از ابوبکر و از عمر و از عثمان و از علی و از حسن و حسین تبرک بیشتری رو داشتن، یعنی برکت بیشتری رو داشتن. آیا صحابه میرفتن پیش ابوبکر و عمر و عثمان و علی و بقیه بزرگان صحابه از اونها تبرک میجوستن؟ چون این چیزی به هیچ عنوان ثابت نیست. هیچ کسی تبرکی رو نمیشه شما از کسی دیگر حاصل بکنید. این فردی ولا اینکه امام ابو حنیفه باشد، ولا اینکه امام بخاری باشد، امام مسلم باشد، ولا اینکه ابوبکر و عمر باشند، هیچ گونه برکتی در اونها نیست. و این دلیل نمیشود که شما برید یک فردی رو که فرض کنید پیرمردی هست یا امام مسجدی هست یا صوفی و درویشی هست، شما به در واقع بدن اون یا به غذای آبی که در واقع از اون باقی میماند از این تبرک بجوید. چون این تبرکی در شریعت اسلامی وجود ندارد. اصل برکت چی هست؟ تبرک یا این برکت دادن یک امر الهی هست که فلان چیز متبرک هست، یعنی مثلا مسجد الحرام برکت دارد، مسجد الاقصی برکت دارد و مواردی که الله متعال در اونها برکت گذاشته، ما آب زمزم برکت دارد یا برخی از زمانها برکت دارند، مکانها برکت دارند. این چیزی هست که ثابت هست در حدیث رسول الله یا در قرآن الله متعال اینو گفته برکت دارند. از کجا ما بفهمیم که این فرد برکت دارد؟ چون این چیزی ثابت نیست و هر کسی را قیاس بر رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن، این دیگه کمال جهالت و نادانی هست. بله، در رسول الله صلی
الله علیه و سلم متبرک بودند، آب دهانشون، عرق مبارکشون، لباسشون، موی مبارکشون همه جای تبرک داشته و صحابه تبرک می‌جستند. این جایز هست، هیچ گونه اشکال شرعی هم ندارد. اما همه ما که پیامبر خدا نیستیم. انسان به هر درجه و هر مقامی برسد، ولو اینکه ابوبکر باشد، عمر، عثمان، علی، امام ابو حنیفه، شافعی، مالک، امام بخاری و دیگر بزرگان باشند، هیچ کسی اونها برکتی رو ندارند و هیچ کس از اونها تبرک هم نجسته و این تبرک ممنوع و ناجایزی هست. هیچ انسان مسلمانی و هیچ امامی و هیچ پیری و هیچ درویشی به اون اندازه نرسیده که در واقع آب دهانش تبرک باشد یا غذایی که میخورد تبرک باشد یا لباسی که میپوشد از اون انسان بتواند تبرکی رو حاصل بکنه. جزاکم الله خیر. ببینید بعدی گفتن که آیا انسان در هر مجلسی که وارد شد باید امر معروف و نهی منکر بکنه یا نه؟ در جایی که منکر واقعا یعنی صورت میگیرد، ولی انسان باید منکر رو در واقع تا جایی که میتواند تغییر بدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هرگاه شما اگر منکری رو دیدید اون رو تغییر بدید، با دستتون، با زبانتون، حداقل با قلب خودتون این تصمیم رو بگیرید که اون رو تغییر بدهید. این کمترین درجه ایمان هست. اگر واقعا منکری وجود دارد، کار خلافی انجام می شود، گناهی انجام می شود و شما توانایی جلوگیری دارید، این وظیفه شرعی شما هست که جلوگیری بکنید. اما اگر توانایی جلوگیری ندارید، اگر شما حرفی بزنید بدتر می شود، یک مصیبت بزرگتری در این صورت به وجود میاد. شما در این زمینه در واقع مسئولیتی رو ندارید و وظیفه بر عهده شما نیست. و اینم لازم نیست که حتما انسان در هر جای، در هر جلسه‌ای که باشد حتما حرف دین باشد. چند نفر با هم دیگر نشستن شروع بکنن موعظه کردن رو، خطبه خوندن رو، این لازم نیست. اما در جایی که منکرات شرعی وجود دارند، کسانی که توانایی تغییر منکر رو دارند، این وظیفه شرعیشون هست، باید اقدام بکنند. درست. جزاکم الله خیر. سوال بعدی این است که دیدن سریال یوسف آیا جایزه یا نه؟ سریال یوسف از نظر اعتقادی یک سری اشکالاتی رو داره که چه بسا بسیار دقیق باشه، ریز باشه و عموم مردم شاید از اون در واقع نتوانند که اون واقعیت رو درک بکنند. بر اساس واقعیت‌های وارونه‌ای ساخته شده، تحریف شده واقعیت زندگانی حضرت یوسف علیه السلام. اضافه بر این استمداد از غیر الله داره، توسل‌های نامشروع در این فیلم در واقع تبلیغ شده، برای مردم به خورد مردم میدن. حتی اعتقاداتی مانند مهدویت رو در اون در واقع جا دادن که بسیاری از اهل سنت و الجماعت در واقع اینها این موارد را نمیدونن. بنابر به خاطر پرهیز از این که شما در این خلاف عقیده بیفتید یا اینکه دچار شرک بشوید، دچار خرافه بشوید، من توصیه میکنم که چنین فیلمی را که اساساً با عقیده صحیح تضاد داره، با عقیده اهل سنت تضاد داره و با واقعیت تاریخی تضاد داره، چنین فیلمی را مشاهده نکنند. درست. جزاکم الله خیر. بعدی تقریبا حالت مشورتی سوال کردن، گفتن که ازدواج کردن و دوست دارن به طلب علم برن، آیا این کار انجام بدن؟ اگر ازدواج کردند و هزینه زندگیشون فراهم هست، میخوان که طلب علم شرعی بکنند، هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. اما این که در واقع ازدواج کردند و همسرشون رها بکنند بدون خرج و بدون مخارج و تامین نکنند زندگیشون را، از نظر شرعی ایشون نباید این کار رو انجام بدن. در همون محله‌ای که هستن، در علمایی که در خود اون منطقه هستن، از اونها علم شرعی را، اون چیزی که واجب هست بر انسان به اندازه اینکه نماز و عبادات انسان در واقع صحیح باشد، این از خود علمای منطقه در واقع باید یاد بگیرند. بله. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که همسرشون موهاش را رنگ میزنن که در اون رنگ یک نوع روغنی به کار رفته شده که یک مانعی وجود میاره بین موها و بیرون. آیا نماز خواندن در این حالت درسته؟ در مورد مو یک نوع استثنایی وجود دارد، یعنی در مورد دست و صورت بقیه اعضای وضو یک مقدار حساسیت بیشتری وجود دارد. اما در مورد رنگی که بر روی سر میزنند، ولو اینکه به صورت روغن باشه، ولو اینکه به صورت ژل باشه یا روغن باشه که بر سر بزنند، اگر وضو بگیرند و سر را مس بکنند، از نظر شرعی وضویشون و غسلشون جایز است و هیچ گونه ممانعت شرعی ندارد. ولو اینکه رنگ بزنند، ولو اینکه اون رنگی که استفاده میکنند روغن و چربی داشته باشد، باز هم غسلشون و وضویشون صحیح است. جزاکم الله خیر. خواهرمون از تبا از شهر تکاب آذربایجان غربی گفتن که کسی که برای الله شریک قرار میدهد جزایش چیه؟ شرک یکی از بزرگترین گناهان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین شرک رو این قرار دادند که ان تجعل لله ندا و هو خلقك، یعنی بزرگترین گناه این است که شما برای پروردگاری که تو را آفریده یک ندی شریکی رو در واقع قرار بدید و هیچ گناهش به اندازه گناه شرک نیست.
تمام گناهان رو الله متعال میبخشد، معاف میکند، در دایره مشیت الله متعال قرار دارند، به جز گناه شرک رو الله متعال میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. در سوره نساء الله متعال گناه شرک را نمیبخشد و هر گناهی غیر از شرک باشد، یعنی یک انسان موحد هر گناهی رو که انجام بدهد غیر از شرک، الله متعال این گناهش را در واقع میبخشد و در دایره مشیت الله متعال است. اما انسانی که شرک بکند گناهش بخشیده نمی شود و انسان مشرک ولو این که اعمال خیلی زیادی رو داشته باشد، بنابر تصریح آیات قرآن الله متعال تمام اعمال اونها را هباء منثورا می کند و هیچ گونه نفعی در روز قیامت برای اون نخواهند داشت و مگر اینکه توبه بکند و دوباره به دایره توحید برگردد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که امامی داریم که 18 سال امام ماست ولی بعد از نماز خفتن یعنی عشا و نماز صبح دعا میخواند، کارش درسته یا نه؟ اگر منظور ایشون یعنی یک دعای خاصی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمین ثابت نیست، نه بعد از مغرب، نه بعد از عشا، نه بعد از نماز فجر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست که یک دعای دست جمعی را خونده باشند، چون این چیزی خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و بدعت هست. سوال بعدی باز در مورد نماز است که گفتن در سجده در نمازهای فرض آیا میشه به زبان مادری دعا؟ اولاتر این است که هم در دعاهایی که در نماز هست و دعاهایی که در غیر نماز هست انسان باید سعی بکنه دعاهای معصوره را، یعنی اون دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده اون دعاها را بخونند. اما اگر کسی نمیتواند حفظ بکند یا نمیداند که اون دعاها را بخواند یا با زبان عربی براش مشکل هست، حتی در سجده دعا خوندن به زبان مادری یا زبان فارسی اشکال شرعی ندارد و جایز است. یعنی بعدی گفتن طبابت دندان در حالت روزه آیا روزه رو باطل میکنه یا نه؟ نه، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و شکننده روزه نیست، منتها باید مراعات بکند که اون موادی که دهان رو دندان رو میشویند این وارد بدن نشود و اونها رو در واقع نبلد. برادر دیگر پرسیدن که پدری فرزندش رو اذیت میکنه و ازش پول طلب میکنه و میگه اگر این کار انجام ندی باید تو رو بیرون میکنم از خونه، آیا باید پسر اطاعت بکنه؟ همین سوال رو یک فردی اومد از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند. این سوال در اون زمان هم بوده. حدیث جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه، جابر ابن عبدالله انصاری هست، در سنن ابن ماجه و روایت صحیح است که یک فردی اومد که گفت یا رسول الله من خودم زن و بچه دارم و از یک طرفی پدرم هم هست میخواد مال من رو همه رو ببرد، این یجتاح مالی، که مال من رو همه رو برای خود ببرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جواب بسیار حکیمانه دارن و فرمودند انت و مالک لابیک، هم خودت و هم مالت همه مال پدرتون هستید، هم خودت و هم مالت مال پدرتون هستید. یعنی این که پدر بر شما حق بیشتری از این دارد که مال شما را ببرد، از این هم براتر حق دارد. منتها پدران هم باید مراعات بکنند، پدران هم باید مراعات بکنند، کاری رو نکنند که فرزندان در واقع دچار اذیت و آزار بشند و زندگیشون مختل بشود و این یک جنبه هست. و از جنبه دیگر الله متعال به ما دستور داده اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر پدرتون یا مادرتون یا هر دو تا زنده بودند به پیری رسیدند و شما زنده بودید، فلا تقل لهما اف، به اونها اف نگوی. این حتی یک کلمه آهی افی در مقابل پدر و مادر ما اجازه نداریم. به هیچ عنوان ما نمیتونیم که با پدر و مادرمون با پرخاشگری بکنیم، با تندی صحبت بکنیم، بلکه الله متعال به ما دستور داده قل لهما قولا کریما، محترمانه با پدر و مادرتون برخورد بکنید. اگر مالی رو هم میخوان با طیب نفس، مالی رو که پدر نیاز داده شما با تقدیم پدرتون باید بکنید. در کنار این من توصیه میکنم پدران هم باید مراعات بکنند، به گونه‌ای با فرزندانشون برخورد نکنند که زندگی اونها رو مختل بکنند. جزاکم الله خیر. بیانگر تاجیکستان گفتن که در روسیه هستن، گفتن آیا تعمیر کردن کلیسا جایزه یا نه؟ نه، در موردی که جز شاعر غیر مسلمانان هست و عبادتگاه غیر مسلمانان هست، مشارکت در تعمیر معابد و عبادتگاه های غیر مسلمانان جایز نیست. سوال بعدی برنده در مورد جشن مولودی است که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرند، درسته یا نه؟ جشن مولود را رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه نکردند و بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم اونهایی که قطعاً و 100% ما میدونیم که محبتشون با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر بوده، چون این جشنی رو نگرفتند.
آیا ما نسبت به رسول الله بیشتر دوستی و محبت داریم یا ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین؟ حتی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چنان دوستی و محبت داشتن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که در مسیر مکه میرفتن برای حج یا برای عمره نگاه میکردن در کجا رسول الله صلی الله علیه و سلم شتر خودشون رو خوابانده بودن، همونجا شتر خودشون رو میخواباند. در کجا نماز خونده بودن اونجا نماز میخوندن. حتی در کدوم طرف برای قضای حاجت و اجابت مجاز رفته بودن به همون طرف میرفتن. تا این اندازه پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. حضرت تمام اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از هیچ یکی از ائمه بزرگوار ما ابوبکر و عمر و عثمان و ائمه اربعه و امام ابو حنیفه، شافعی، مالک، امام احمد ابن حنبل، ائمه محدثین بخاری و مسلم، از هیچ یک از اینها نقل نشده که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع جشن مولودی گرفته باشند، میلاد ایشان رو جشن گرفته باشند و این در واقع جشن میلاد گرفتن برای رسول الله یا برای هر فردی در واقع یک عادت غیر اسلامی هست. ما میدونیم که سال غیر اسلامی، سال مسیحی از ولادت مسیح هست، اما سال اسلام، سال تاریخ اسلامی از ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع نشده، زیرا ولادت ایشان هیچ گونه در واقع مزیت خاصی رو ندارند که ما اینو جشن بگیریم، بلکه مهمتر از این هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. به خاطر این تاریخ مسلمانان تاریخ هجری هست، تاریخ میلادی نیست و هیچ یک از اصحاب رسول الله ائمه بزرگوار ما و بزرگواران برای این روز در واقع جشن رو نگرفتن. جشن گرفتن برای این روز بدعت هست و خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و نشانه محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه نشان بدعت گذاری و خرافات هست. جزاکم الله خیر. زنی که موهایش دراز هست در هنگام غسل و شستن موها باید چه کار بکنه؟ در این زمینه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد: اینی امراتون اشد ظفر رأسی، من یک گفتند که زنی هستم که موی سرم را گیسو میکنم و گیسوام را محکم میبندم. سوال کردند افانقضه لغسل الجنابه، آیا در هنگامی که غسل جنابت میکنم آیا این را باز بکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا، این کار را نکن. لازم نیست که در هنگام غسل جنابت شما موهای بافته سر خودتان را در واقع باز بکنید. انما یکفی که ان تحثی علی رأسک ثلاث حسیات، همین کفایت میکنه که 3 مرتبه آب را بگیرید، 3 کف آب را بر روی سر خودتان بریزید و لازم نیست که حتما گیسوهای خودت را باز بکنید. این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم به ام سلمه هست. اما در مورد غسل جنابت یک مقدار حساسیت بیشتری هست که در هنگام غسل جنابت باید موها را باز بکند. جزاکم الله خیر. ببخشید، در مورد غسل حیض، یعنی غسل جنابت لازم نیست که موها را باز بکنند، اما در هنگام غسل حیض یک حساسیت بیشتری هست و در اون هنگام باز بکنند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن نماز استخاره به چه صورت است و دعایش چیه؟ تنها راه شرعی استخاره یعنی طلب خیر کردن. من نمیدونم این کاری رو که من انجام میدهم آیا برای من خیر هست یا برای من شر هست. من از الله متعال طلب خیر میکنم، پروردگارا که برای من خیر را مقدر بکن. و راه شرعیش این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایت حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای استخاره رو به اندازه یک آیه و یک سوره از قرآن به ما آموزش میدادند. این اندازه بهش در واقع اهمیت قائل بودند و گفتند هر وقتی که شما خواستید یک کاری رو انجام بدید، تصمیم به انجام یک کاری رو گرفتید، 2 رکعت نماز غیر فرض بخونید، یعنی 2 رکعت نماز سنت بخونید، نماز فرض نباشه، غیر از نماز فرض 2 رکعت بخونید و بعد از این 2 رکعت نماز خوندید دعا بکنید. دعا این گونه است که دعا بکنید پروردگارا اگر این فلان کار، یعنی فلان کاری که در ذهن شما هست اسم ببرید، مثلا این ازدواج، این تجارت، این معامله، نمیدونم این سفر برای من خیر هست، پروردگارا این سفر رو برای من مقدر بکن، برای من خیر رو در اون مقدر بکن و منو برای من سهل و آسان بکن. اگر فلان کار اسم برای اون کار رو برای من بد هست، برای دینم، معاشم و عاقبت دین و دنیام بد هست و شر هست، اینو از من در واقع دور بکن و دعا بکند. این روش شرعی استخاره است و تنها راه شرعی استخاره در واقع این از دعای عربیش این است که اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسالک من فضلک العظیم فانک تقدر
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رزني به. و همین ترجمه‌ای که من به زبان فارسی گفتم اگر کسی این عربی رو بلد نیست همون به زبان محلی و زبان فارسی دعا بکنه اشکال شرعی ندارد و تنها راه استخاره این است استخاره با قرآن و با دیوان حافظ و با بقیه موارد و با تسبیح تمام اونها غیر شرعی و ناجایز هست. جزاکم الله خیر. 5 تا سوال مونده و کمتر از 3 دقیقه وقت مونده جناب مولانا. بیننده بعدی گفتم وقتی که در حال ذکر هستیم آیا میشه به تلاوت قرآن هم گوش بکنیم و ذکر هم بکنیم؟ دو حالت با هم؟ بله اشکال نداره که انسان یعنی هم زبانش در حالت ذکر باشه و هم با در واقع صدای قرآن رو گوش بکنه اما بهتر و اولاتر این است که انسان باید تدبر بکند در ضمن اینکه آیات قرآن رو تکرار بکند یا تدبر بکند در معانی قرآن این اولاتر و بهتر از زیرا در هنگام قرائت قرآن به ما دستور داده شده که ساکت باشیم و بشنویم گوش کنیم. وقتی که قرآن در تلویزیون پخش میشه و سجده تلاوت میاد آیا میشه سجده کرد؟ بله این سوال رو از شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه پرسیدن جوابشون این بود که اگر تلویزیون سجده کرد شما هم سجده بکنید. بله اگر تلویزیون سجده کرد شما هم سجده تلاوت بکنید. بله اگر امام اون کسی قاری که سجده کرد شما هم سجده بکنید. حکم شرعیش این است. جواب اینه که نه سجده کردن بر شما لازم نیست. اگر خود شما سجده تلاوت را خواندید سجده بکنید اما به مجرد اینکه به گوشتان رسید و خصوصا از صدای تلویزیون وقتی که این رو شنیدید بر شما لازم نیست که سجده تلاوت انجام بدید. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که وقتی که روزه سنت هستیم به خاطر معده درد آیا میشه روزه بخوریم؟ هیچ گونه اشکال شرعی نداره. کسی که روزه هست و روزش نفلی و سنت هست اختیار خودش رو داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده الصائم المتطوع امیر نفسه. روزه‌داری که کار در واقع نفلی گرفته این خودش حق اختیار خودش رو دارد. اگر بخواد روزش رو ادامه بدهد و اگر خواست این روزه رو بشکند و حتی قضا آوردن این روز هم لازم نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم عملاً هم این مورد ثابت شده که روزه بودن روزه نفلی روزشون رو شکستن و بعض قضای اون روز رو هم نگرفتن. در چند کیلومتری آدم مسافر میشه؟ تقریبا حدود 85 کیلومتر که اضافه از شهر خود وقتی خارج میشوید شما مسافر شمرده میشوید و میتوانید که نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخونید و نمازها رو جمع بکنید ظهر و عصر و مغرب و عشاء ظهر و عصر رو با هم و مغرب و عشاء رو با هم جمع بکنید. بله جزاکم الله خیر. وقت برنامه تموم شد. یک سوال تیمم مون ان شاء الله اگر وقت شد بر هفته آینده میندازیم. بله تیمم هم جایز هست وقتی انسان در سفر باشه تیمم جایز هست و کیفیتش این است که دست‌ها رو به زمین بزنند و با این دست‌ها رو بر زمین زدن دست‌ها رو پشتشون رو مس بکنند به زمین میزند یک کمی تکان میدهد و این دو قسمت پشت دست رو مس بکند و صورت رو این اندازه یعنی دو دست رو این گونه و صورت رو این گونه مس بکند. این کیفیت تیمم است. بله اینم تمام شد الحمدلله. تشکر میکنم از شما خسته نباشین. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.